همه گپ در سری عشقی تمام، عشقی کامل است. چونکه اگر عشق ناتمام است همه چیز ناسره می‌یابد. خیلی که خواجه حافظ میگوید ز عشقی ناتمام ما جمال یار مستغنی است. من هم امید میکنم که عشقی همه اینها عشقی تمام باشد و آنها به مقصد رسند. معلم یک سوال دیگر، همینطور هم می شود که شخص در جوانیش به نهایت به شعر داده می شود معلم، ولی وقتی که وی کمتر از همین یعنی ژانر شعر دور می رود عموما نونهال استعداد وی خشک می گردد. حالا شما گفتید که اگر عشق باشد این نونهال خشک نمی گردد، ولی گاهی می شود که او می تواند همین نونهال را خشک گرداند. با کدام سبب؟ درست است، بسیار واقع شده است که بعضی شاعران حتی بعد برآمدن یک دو کتابشان نیز از شعر دست کشیدند و آنانی که در جوانی هوسی شعرگویی میکردند بسیار واقع شده است که از این کار دست کشیدند. البته این را سبب‌های بسیاری هست و درست است که من گفتم اگر عشق باشد، عشقی کامل، عشقی تمام باشد، آن آدم به مقصد میرسد. باز گپ در سری عشقی تمام است. به خیال من آنی که در نیمه راه از این چیز دست میکشد این از پیش از همه از ناتمامی عشق است، وگرنه عشق اصیل را هیچ مرکبی، هیچ دشواری های روزگار از راه باز داشته نمیتواند. یعنی این سخن شما را با چنین جمله خلاصه کردن ممکن است که خدا به وی یعنی طبیعت به وی استعداد پرر نداده است، قسما داده است، برای همین با یک سبب وی میتواند این استعداد را گم سازد. یعنی امید وی، یعنی طفل امید وی کودکی نارسیده تولد کرده باشد و به همین مانند میکنه، همین طور است، یعنی ناامید گشته است. معلم در همین تا حالا که ایجاد میکنید البته آینده خواهید ایجاد کرد، با یگان بزرگان معاصر شاعرانی برگزیده و خودید یعنی با صحبت‌هایشان البته مشرف گشته استید، از همین نقل میکردید؟ البته در دوامی چندین سال بسیار واقع شده است که من با تصادف به واسطه یا به واسطه در صحبت بزرگان امروز اشتراک کنم، لیکن از آنها اگر گپ در سری بهره‌ور شدنی خودی من باشد، در سری صحبت شخصی خودی من باشد، دو لحظه یا دو منظره یا دو شخص هیچ از خاطرم نمی رود. یکی صحبت من با استاد لایق و دیگری با استاد بازار صابر. البته صحبت من با استاد لایق شیرالی در سالهای دانشجویی هم واقع شده بود و همان وقت هم که من همین خیلی کلان موضوع ایجاد میکردم و به گمان آنکه شعر است به پیش استاد بردم. استاد به هر حال مصلحت های خود را دادند و بار دیگر در نزد ردکسی حقیقتی لنین آباد محفل ادبی عمل میکرد و استاد لایق شیرالی به آنجا اشتراک کردند و ما شعرهای خود را خواندیم و مصلحت های خود را دادند. این هیچگاه از خاطرم فراموش نمیشود. و بار دیگر وقتی جشنگیری بزرگداشتی لطف‌الله بزرگزاده سال 1980 استاد بازار صابر به اسفره آمده بودند و من و جمال الدین شعرهای خود را به آن کس نشان داده و از آن کس مصلحت ها گرفته بودیم. بینویت است و آدمانی البته اصیل با خودید صاحبی یعنی همصحبت آنها گشته بودید. معلم در آخر من با یک سوال به شما یعنی مراجعت کردیم که شاید به شما این سوال چگونه میبرد من خودم هم نمیدونم. شما در همین سن سال معلم البته شعرها می نویسید، در داخل شعرهای عاشقانه نگاشته می شود؟ عشق راستی گپ در ادبیات از موضوعهای کهنه ناشدنی است و هر کسی که قلم به دست گرفته باشد یعنی شعر نوشته باشد به شعر رو آورده باشد البته به موضوع عشق نیز رو آورده است، خاصه در ایام جوانی که این تماما طبیعی است. اما این موضوع چندان به سن سال وابسته نیست. شاعران در همین سن سال شعرهای عاشقانه گفتند و میگویند به آن معنی که خودی عشق معنی و مفهوم‌های بسیاری دارد، تابش‌های معنوی بسیاری دارد. از این رو شاعران در پیران سالی نیز شعرهای عاشقانه گفتند و از جمله البته در هرچند کم می‌نویسم در نوشته های من نیز جا از چنین شعرها البته موجود است. معلم میخواستم اما شعرها قرائت میکردید و بینندگان خیر نمونه میتوان از آن شعرها خواند. باز نوروز است به تو دردی پنهانم شکفت،
حسرتی گنگی دل اندر چشمی حیرانم شکفت. لب به هم چیدم به رنگی کودکی رنجیده دل، غنچه ای اشک بسا در شاخ مژگانم شکفت. برف پیری در سرم بشکفت به تو این بهار، غنچه ای نومیدی از چاکی گریبانم شکفت. مصرعی قدی تو اندر دفتری یادم برست، یادم آمد خنده ات فصلی گل افشانم شکفت. خاک همچون دامنی قصاب رنگین آمده است، من همان دشتم که حسرت گل به دامانم شکفت. سبزه و گل می دمد در دشت و کوه و باغها، ریگ محرومی است اینکه در بیابانم شکفت. هر سفید دور است به تو در خیالم چوبی دار، باغ به تو روبرو مانند زندانم شکفت. باز نوروز است ای نوروز ناتکرار من، آگهی آیا از این غمها که در جانم شکفت. معلم شعر عاشقانه نوشته‌تان رو گوش میکنم و به خاطرم یک بیت کلاسیک میآید که در آنجا چنین مضمون داشت که گفتند بگویند که هر چیز به هنگام بود خوش، ای عشق چه چیزی که خوشی در همه هنگام. رحمان معلم، البته در آخر از شما میخواستم که به بینندگان چی از این آثار دارید بگویید و چی درخواست ها دارید، چی پیشنهاد ها دارید میگفتید. البته من از فرصت استفاده برده گفتنی بودیم که خیلی که حاضر درباره استعدادهای وارخ گپ رفت و دیگران نیز در این باره بسیار میگویند، اینکه همین کشف همین گونه استعدادها از جمله به خیالم حصه شما حصه سیمای وارخ باید در آن باشد و یک زمره شعرگویان را که حاضر نام بردیم و البته باز بسیار هستند. چه خوش می بود اگر آنها را نیز به مردم منظور می کردید. چه خوش می شد که ما به توسط سیمای وارخ همین گونه شعرهای نرزالله جمال الدین را بر این آدمان را می خواندیم. رحمان معلم، من هم میخوام که شما از همه برنامه های ما برخوردار باشید، ببینید و آنچه خلاصهایی که پس از دیدن به خود پیدا میکنید به ما ارسال نمایید. بار دیگر معلم به صحبتی که شما به ما نمودید تشکر میگویم و بار دیگر خوش آمدین میگویم و ما میخواهیم که شما بسیار به نزد ما آید صحبت های صمیمی کنید. در آخر از نام شما میگویم که افتاده روی کاغذ اشکی قلم منم، هم راز و هم نصیبه عشق و علم منم، جا داده جان شعر را بر عمق دیده هام، نادیده روی شعر را با چشم کم منم. معلم بار دیگر خوش آمدین میگویم. بینندگان عزیز با